بهترین اتچمنت اچس این سیزن تضمینی وان شاته. بریم آقا، وقت ویدیو رو نمیخوام بگیرم، یه دقیقه براتون گیم پلی بذارم. یه کاور دیدید فهمیدید خیلی سخته. برو بریم سراغ اتچمنت و یه سری توضیحاتی هم در موردش بدیم. آقا این اتچمنت میگید که چقدر کلا 4 تاه، میگید 4 تا اتچمنت وان شاته. باید بگم بله همین باگه، این نیست که مثلا از نظر علمی وان شات باشه، این باگ این سیزنه. و اگه وان شات نبود توی کامنت ها برام فوش بنویس اگه وان شات نشد یارو. جوری کردم دارم میگم جوری کردم یه سری قلقا هم داره بچه. شما باید اول شاتو بزنید بعد موومنت. اینجوری نباشه که موومنت شات بزنید. موومنت جامپ میشه ولی موومنت شات نمیشه. خودم تون گرم که تا آخر ویدیو دیدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.